بیاین روتینمو به عنوان یه دختر غیر ادایی قبل از خواب بگم بهتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله العلی العظیم. الان میخوام بهتون بگم چیکار میکنم. برین اول از همه که من یکم آرایش دارم. الان میخوام همشو بشورم با این صابون گیاهیم. بوشو دوست دارم، بوش خیلی خوبه. همیشه هم برای اینکه مثلا موهام تو صورتم نیاد، اول از همه یک کم دستمو با آب نمدار میکنم، میمالمشون به هم. بعد اینجوری موهامو که میدم پشت گوشم هیچ، اینجوری کامل با آب یک دست میکنم. بعد موهامو مثلا حالا میگیرم این، چون بلند موهای من اینقدره، خب بلند حساب میشه دیگه. نگاه کن تو کجا بلنده. میکنمش توی لباسم که مثلا خیلی تو صورتم نیاد. اون دومشم که میمونه میکنم توی چیزام، یعنی میذارم پشت گوشم و اینجوری دیگه هیچ مویی تو دست و پام نمیاد که بخوام مثلا صورتمو بشورم. اول از همه یکم با آب گرم، چون میخوام خوابم ببره، نمیخوام بیدار شم، میخوام بخوابم. با آب گرم یکم آب برمی‌دارم میذارم به صورتم. ریملام ریخت. خیلی مخه این که ریملت بریزه. خب دیگه وقتی شستنش صابون دستامم شستم، در همین قبلش دستام شسته بودم. کثیف نشد، فکر کن کثیف میشد، گریه میکردم. کلی کپی میکنم دستامو، بعد اینقدر کپ کنه. بعد ادامه ولاغ ضبط نکردم، دوباره میخوام بگیرم اینجا شو کپ رفت تو چشم. من شستم یه دور صورتمو، ولی هنوز مینی ریملینا زیر چشام هست. به خاطر همین من هر وقت ریملینا زیر چشم میمونه از یه تاکتیک خاصی استفاده میکنم. 1 مینیت. الان بهتون میگم چه تاکتیکی. به شلوارم هم نگاه نکنید، خیلی دوستش دارم، خیلی راحته. من این پشتا اومای گویدنس اینو دارم. برندشو نمیخواد عکس بگیرین چون که قرص ویتامین دیه، ولی من توش پودر صابون ریختم. شروع میریزیم رو دستمون. رنده کردم، نخریدم دوستان، رنده کردم صابونو. اینو صابون گلنار بردار رنده کن. آب میمال، بمال. اصلا مهم نیست که وای حال ندارم و از این ادا نداریم ما اینجا دیگه اومدی با بمالی. نه یکم میمالیم روی چشم، زیر چشم، اینجا موجا، ابرو، بالا. ای آبو یادم رفت تو پاس کن. وای دارم کور میشم. وای کامل پاک شو. وای خب صورتمو شستم. الان با استفاده از حوله خشکش میکنم. خدایش تموم شد. حالا میریم توی اتاق که بقیه کارمو بکنیم. حالا من شبا قرص آهن میخورم، ولی امشب قرص آهنمو خوردم. قرص آهنمو الان کاری چیزامو میخوام انجام بدم که دیگه بریم بخوابیم. واقعا خوابم میاد. شلوارکم پلنگه. خیلی دوستش دارم. چون این کارهای قبل خواب تریسوسی. اول از همه مهمترین مهما آچا بین دوتا دستامون تقسیم میکنیم. یه پمپش خیلیه، ولی خب من معمولا 2 پمپ میزنم به 2 تا دستام.
میمالمشون به هم دیگه، یه جنس لزج میگیره میمالم به 2 آرنجام، چون که به هر حال کلاس میرم و اینا دیگه باید خوشگل باشم. یکم میمونه، با اینکه گفته تو دستورالعمل گفته به صورت نزنی، ولی وقتی میزنی هم سفید میکنه، بخاطر همین جهنم و ضرر. مرحله بعد مرطوب کننده است که چیه برندش؟ آردن، برند خفنی، نرم میکنه. خب کار مرطوب کننده همین، چرا داری چرت و پرت میگی شبی؟ ببخشید از تایم خوابم گذشته، یه کوچولو آنقدر زدم. کرم به مقدار لازم دارم میسوزم، نکنه واکنش نشون نه. خب روانی هم ببینی. خیلی خوب، کرمامو مالیدم، فیلترمو عوض کردم، واقعا دیگه نمیتونستم اون فیلتره. مرحله بعد، این مرحله مورد علاقه خودم اینه که با استفاده از دستمال مرطوب هر چی دیگه میکاپ مونده پاک میکنم، روی چشام میکشم خوب و ریمال پس الحمدلله، ولی مرطوب میکنه دیگه، میکشم یه ذره، حالا تاپ میزنم یا میکشم روی صورتم و مرطوب میکنم خودم و حسابی. من آماده خوابم، تختمم مرتبه، من موهامو شونه کنم بخوابم، واقعا خوابم میاد. برسم، ببخشید اگه تو برسم خیلی موه، چون که موهای من واقعا ریزشش چقدره؟ از 10-11. خیلی موام ریزش داره، ولی داشت در واقع باید بگم، چون که چند وقتیه دارم از روغن آرگان میزنم به سرم و خیلی معجزه کرده تا اینجا. جدی میگم تا اینجا خیلی معجزه داشته و کار میکنه واقعا. حتما بخرید. من مثلا موام الان 5 سانت رشد کرده، قسمت های رنگ نشده زده بیرون، ریشه در ارده دیگه موهام، بعد الان 2 رنگ موهام. بعد در اسرع وقت دوباره رنگ بذارم، یه رنگ خوشگل تریک، یه چیز روشن تر، چون خیلی تیره است، خیلی تیره است. میخوام یه رنگ خیلی روشن بذارم که یهویی مثلا نارنجی شه، کل موها بشه نارنجی، حال میده. خیلی خوب دیگه، من الان موهام شروع میکنم، میرم میخوابم، تموم شد رفت به کارش. خدا نگهدار. بای بای.